با شنیدن صدای تاجیکستان دوستان عزیز که در اینجا تاجیکستان میگویند نماینده جمهوری تاجیکستان رو میبینیم. درود به شما مخلصان و هواداران گوشتن جدا. جهانگیر مجیدوف پهلوان شورادیار کشور حالا در وزن تا 90 کیلو در روز سیوم مبارزه میبرد. برای همگان معلوم است که جهانگیر مجیدوف میان جوانان هنرنماییش خوب بود، همچنین عنوان قهرمانی آسیا میانی کادتو یا نورسان رو با دست آورده بود. یک وقت در وزن تا 81 کیلو رقم یکی ردبندی جهان بود. خب النحس محب پهلوان کانادا بر مقابل جهانگیر مجیدوف برای راحت دوره های منبعده به میدان در روز سیوم گرند اسلمی ابودابی برآمدند. جهانگیر مجیدوف در یک جایگی با مربی خویش عطا عباس نژاد در این مسابقات شرکت دارد که عطا عباس نژاد را شاید ما در کرسی مربیگی ببینیم. آن است عطا عباس هم نمودار شد. لحظه این حالت برای داور درجه المپیک خوش نامد. لحظه کمیکاتا حالتی داشتن که میان دو پهلوان بود، به این خاطر به هر دو پهلوان شدای اول نشان داد، ولی جهانگیر جهد و تلایش با یک تگ کبود نماینده جمهوری تاجیکستان زیاد است. ببینید حالا رقیب را میخواهد که از دو سم گشتن گیرد. جهانگیر مجیدوف پهلوانی رقیب را میبرارد از منطقه زرد و النحس محب پهلوان کانادا که نوکک در مسابقه منطقوی. جهانگیر باید احتیاط کند وگر یک وزاری النحس محب را نشان دادن به سود پهلوان کانادا. دو 2017 هم در گانکونگ در مسابقه کشاد آسیا النحس محب مقام اول را کسب کرده بود و همچنین نتیجه های دیگر این پهلوان در گرند اسلم مقام هفتم را کسب کرده است. جهانگیر امکانات زیبا در اینجا برای حالتی داشتن یک وزر اکنون میتواند که در اینجا سکامی بسیار حالتی خوب است. بعد از 10 ثانیه دیگر جهانگیر مجیدوف در اینجا اولین پیروزی خیش را استقبال خواهد کرد. اکنون چون پلنگی که زیر چنگال سید را گذاشته است، جهانگیر مجیدوف راه خود را کشاده میکند و بعد دوره های منبعده با یک دست و چنگال قهرمانی راه مییابد. اولین دیدار جهانگیر مجیدوف بر مقابل رقیبش خیلی شایسته بود و اکنون در دوره دوم جهانگیر را دولت بابانوف منتظر است. ما می‌دانیم که جهانگیر مجیدوف با این پهلوان ازبک هم گشتن خوب میگیرد در وزن تا 90 کیلو. همچنین